سلام علیکم، برنامه رگه راست فرمون. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. وصال حقه؟ برنامه بخش کردی وصال حقه، بفرمایید. ما نمیتونیم فارسی صحبت کنیم، ازتون تشکر کنیم. خب خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتین. متشکریم از شما. آقا من میخواستم که از این برنامه‌های خوبتون تشکر کنم. خیلی ممنون. من از ایران زنگ میزنم. بله. و واقعا میخواستم از شما، از جناب آقای انصاری خیلی تشکر کنم که واقعا اینها در جهت روشنگری، در جهت روشنگری شیعیان خیلی زحمت میکشن و به اصطلاح این خرافات و شرکی که در متاسفانه در مذهب شیعه هست، این برادر این آقای انصاری شما خیلی زحمت میکشید در جهت روشن کردن فکر این شیعیان الحمدلله که دچار این خرافات، شرک و خزعبلات شدن. درست. شما خودتون شیعه بودین؟ الله جایی نداره در تفکر متاسفانه اینها. درسته. و همه چیزشون شده خلاصه توسلی که اصلا مبنای قرآنی نداره. درسته. مبنای درسته. میگم شما خودتون قبلا شیعه بودین؟ من از ایران زنگ میزنم. بله میدونم شما از ایران زنگ میزنین. میگم قبلا خودتون شیعه بودین؟ بله ولی من خیلی خوب مطالعه کردم. درست. و به اصطلاح خودم از دوران جوانی تفکر میکردم روی این عقیده که واقعا اینها این عقاید شرک آلود رو همیشه تو سوال داشتم و درست. خودم هم مخالف بودم، ولی خوشبختانه با این شبکه‌های توحیدی مثل کلن درست برام روشنگر ایجاد کرد. الحمدلله. و الان الحمدلله یه موحد هستم. الحمدلله. شکر خدا. الحمدلله. و برنامه‌های شما را که می‌بینم واقعا سراپا از توحید، از قرآن، از اسلام نابه و امیدواریم که تمام مردم ایران که شیعه هستن به سمت توحید ناب گرایش پیدا بکنن انشاءالله. و واقعا من یه تعریفی براتون بکنم. حتی ما مکه رفته بودیم، تو خونه خدا به سجده رفته بود و میگفت یا ابوالفضل. سبحان الله. که دیگه من واقعا به ایشون گفتم که اولا دیگه اینجا تو خونه الله بگو یا الله. سبحان الله. به اصطلاح می‌بینیم که این شرک و این متاسفانه گرایش به سمت بنده خدا برای خواستن حاجات به قدری به اصطلاح در تفکرات این برادران شیعه رسوخ کرده که اصلا یادی از الله ندارن یا حتی به اصطلاح خونه خدا که اومدن بنده خدا رو صدا میزنه تو سجده. سبحان الله. واقعا این مصیبته. این وقت میخواستم که با شما تماس بگیرم، از برنامه‌های خوبتون تشکر کنم. خوشبختانه امروز واقعا تماس بگیرم. ما بیشتر خوشحال شدیم از اینکه صدای شما رو شنیدیم و خیلی ممنونیم از شما. علیکم السلام و رحمت الله. از قول من خیلی ازشون تشکر کنید. چشم حتما ان شاء الله. و بگویید در جهت این روشنگری به خصوص با این شبکه ولایت خلاصه خدا انشاءالله که توفیقتون بده که آمین. ادامه بدید این برنامه. جزاکم الله خیر. آمین ان شاء الله. ما هم خیلی خوشحال شدیم از اینکه صدای شما رو شنیدیم. خواهش میکنم خدا نگهدارتون. سلامت باشید.